ما خدای لات را میپرستیم. به گمانم ابرهه را کمک کنیم. راه مکه را، زیرا نمیدانند کدام راه نزدیکتر و بی‌خطر. امرش یکمین شده ویران میکنم خانه کعبه را و ای اهل قریش، شما سروران مکه هستید. اگر فکری دیگر دارید من شما را و نفیل ابن حبیب در دست ابرهند. میگذرد. نه سروری مکه، اهل ثقاف از خدا التجا میکنم تا اینکه او را شرمنده شما کیست؟ کعبه ویرانش کنید ای شاه. آن خانه کعبه را که در مکه واقع ثقفی است و شما راه را نشان میدهد. بله سرورم، و شما نباش ابو ریحال، میبینم نفرت داری.
باشی به سرزمینت برگرد به مردمت بگو زودتر سرورم، هوا خیلی مساعد است. آنگاه استراحت می تا او را به سوی کعبه راهنمایی کند. مسعود آن است 3 فرسخ دورتر از مکه خیمه بزنید. یگانه شما است. آرزوی من این است که آرزوی شما می شوند. میرویم. ویران کردن کعبه گمان نمی کنم که نقشه دیگری داشته باشد. چی مصلحت میدی؟ آخر یک سپاهی بزرگی بر ما و در مرگ من باشد. بگذار من بمیرم. تنهایش نگذار. تسکین بخشش باش. ای پدرم،
این مکانی خیلی مساعد است سرورم. باید اینجا نه آمده ایم بخواهیم کعبه رو نابود سازیم، ولی اگر جنگی خدا آنها را خوار و ذلیل کند. خدا آن توفه های قبیله حزیل را به مکه می بردند غارت کرد. با زودی برمیگردیم. این خانه چگونه به خرباری سنگ مبدل بگردد؟ رویم. او شما رو انتظار است. رفتیم. می رویم. من به نزد خانه کعبه می روم. مردم همه در اضطراب. اون را بشکند با خرطومش. چقدر این را به صبرانه این این گناه است عظیم این رو میدونم و این
پادشاه ابرهه. با ما جنگیدن نامده اید؟ نه، که برای غارت مال ملکی ما نامده اید؟ بگذار چنین شود. وای بر تو، باز میگویند که برای هم نداریم. خانه را که میخوای ویران آن را نابود سازند، ولی خود نابود گشتند. ای پروردگار کعبه، هرگز خانه خود را حفظ می کند. کوه و دره ها پناه ببرید، پنهان بشوید. با چی می انجامد؟ مطمئنم که پروردگار بود میساز مثل ستمگاران پیچین. چرا ایستادند؟ با آنها فرمان بیشکند کعبه را. ویران بکن، ویران بکن، ویران
میکند. مگر این نشانه مقدس بودن کعبه را نمیبینید؟ بگریزید و قوم دوباره به سوی ما برمیگردند. خدا از آنها روز می‌مردند. کسی از آنها زنده نماند. خداوند مهربان، آیا ندیده ای که پروردگارت با اسیری در آخور ساخت؟ صدق الله. لبیک اللهم لبیک. نه، حملت سروری خلایق می‌گردد، چون بد پیامبر اسلام درود خدا بر او و آلش روز دوشنبه در خوابش دید که شتری سرکش قافله اعراب را
دیگر آمده است که شخصی از یمن نزد عبدالمطالب نور می بخشد. پروردگار کعبه، سرورم. تولد کرد؟ بله. شادم کردی برکه. با این ماهتاب قومی هاشی. رحمتت را محمد گذاشتم نام. ما همه را خوشحال کردی این نوری چشمان. یا خیر ومن الخليل محمد والضال. خدا خانه‌اش را حفظ کرد. گویند خدا آنها را محافظت می‌کند.
این موسم حج عرب ها خیلی زیاد به اینجا می آیند. زیارت کنند. و محمد شیر می دهد او را پرستاری می کند ابو طالب. مامی بدنم را بوی خوشی آن تیفل فرا می گیرد. میماند. میرویم پدر. ای اهل مکه، اگر مال من و فرزندان باز نگویند آنها گرسنه ماندیم در مکه. قریش اول به خود احترام گذارید، آنگاه موسم حج شادی مهمی بود برای قبایل مردم عرب توفه های گوناگون برای کعبه می آوردند، از جمله طلا و انعنه های زیارت کردن بود. خداوند در قرآن کریم می فرماید
فقیران قانع و گدایان را بخورانید. اینها را برای شما رام کردیم. قوم امیه برایمان نمونه خوبی پیشنهاد کردند. قبول صاحب احترام هستیم. هیچ یکی از مردم عرب مقصد شما چیست؟ پسری نفیل، این چی عرف و عادت است؟ من رو رعایت نکنیم دیگران از ما عبرت میگیرند. بله، این مهمات ما و آن اهل حرم، تمام مردم مکه این امتیاز را دارند. بسیار نوآوری پیدا شده است. لحظه باز میگویند که مسافران نباید در نزد خانه کعبه مجبورم به کردن این بدعت ها وادار سازند. مگر آخر ما هم از زن و مرد طواف کعبه یک جایه میکردیم. خواتین او و آلش پیش از به پیامبری برگزیدنش نیز ضد این نوآوری ها بود.
خدا آموزش بخواهید که آمرزنده و مهربان است. الله غفور